دوستان عزیز، سلام و عرض خسته نباشید به خدمت همه دوستان. در ویدیوهای قبلی گفتم یک کارگاه کوچیکی بود راه اندازی کرده بودیم. در این ویدیو میخوام چند مورد از معایب این کار که به شدت باید حواست بهشون باشه بهتون بگم. اولین معایبش اینه که کارت کلا با زباله است، با چیزایی کثیف. خیلی باید از نظر بهداشتی مراقب باشی، خیلی باید حواست باشه. دومینش اینه که اجناسی که میخری خیلی زباله آشغال، باید دونه دونه بارا را نگاه کنی که نچپونن بهت، میندازن. اکثرا آدمایی یعنی که تو این کار میکنن از قشر ضعیف جامعه، به شدت محتاج پول. پس خیلی باید حواست جمع باشه که چی میخری ازشون. سومیش اکثرا کسایی هستن که بار مسروقه میارن، خیلی باید حواست جمع باشه، وگرنه بارایی میاد که یعنی برای عمر تو رو گرفتار کنن. بسه خیلی باید حواست باشه که چی میخری و از کی میخری. اینا رو خیلی باید دقت داشته باشی، طرفتو بشناسی، بدونی با کی داری معامله میکنی، چی داری معامله میکنی. که این اجناسی که میاد، جنسایی که میاد، آهن باشه، ضایعاتش باشه، مثل برنج، باید بفهمی اینا واقعا قابل استفاده نیست، ضایعاته، اون موقع با خیال راحت خریدش کنی. بعد در ادامه داستان این بارایی که میخری کارتونه، اینجا میبینید جمع شده، اصل انبارمون اونجاست بغل واهنا. بعدش پلاستیک این مونه بارها میشن. اینا از هر رقمش همین بار میره کارخونه خودش 10 رقم دیگه جدا میشه، اینجا جدا سازی شده این کیسه. این ما در زبان ضایعات بهش میگیم پت، در کل قوطی نوشابه است. پت این جدا میره کارخونه. یه رقم دیگه مشما چند دسته جدا میشه، سفید یه دست یا پالتی بهش میگیم، سفید نازکبار یا زباله به مصرف گونی اینا میره اونا. بعدش تفکیک اینا از همدیگه، اینا همه یه جا ریخته میشه و از همدیگه دونه دونه جدا میشن. کارتونش جدا میشه، حلبش جدا میشه، آهنش جدا میشه میره اونور، پلاستیکش جدا میشه، نونش جدا میشه. تو پلاستیک ها بعضی از انباردارا میان پلاستیک مثلا سفید درشتبارش هم جدا میفروشن. این خلاصه ای از موارد اولیه این کاره. تا ویدیو بعدی شما را به خدای بزرگ و منان میسپارم.